در ویدیوی قبل راجع به این صحبت کردیم که چگونه تغییر انتظار مشتریان یا مردم از افزایش یا کاهش قیمت بر روی محل منحنی تقاضا تأثیر میگذاره و با ثابت نگه داشتن تمام فاکتورهای تاثیرگذار دیگه منحنی یا به سمت راست و یا به سمت چپ جهش پیدا میکنه. اگر چنانچه مردم فکر بکنن که قیمت یه محصول در آینده کاهش پیدا خواهد کرد، تعداد افراد کمتری حاضر خواهند بود تا اون محصول رو برای یک قیمت خاص خریداری بکنن. امروز به تاثیر چند تا فاکتور دیگه روی منحنی تقاضا نگاه خواهیم کرد. بنابراین اگر بخوایم خلاصه بکنیم میتونیم بگیم تأثیر فاکتورهای تأثیرگذار یا اینو پاک بکنم مؤثر بر منحنی تقاضا. بسیار خوب. یکی از این فاکتورها سطح درآمد هست. اگر چنانچه درآمد افراد افزایش پیدا بکنه چه اتفاقی بر منحنی تقاضا میفته؟ خب حالا افراد پول بیشتری دارن برای اینکه خرج خرید کالاها و محصولات بکنن، بنابراین به ازای یک قیمت خاص تعداد افراد بیشتری مایل خواهند بود که اون محصول رو بخرن. بنابراین هر کدوم از این نقطه ها روی منحنی تقاضا جهش پیدا میکنه به سمت راست و ما یه منحنی به این صورت خواهیم داشت. و به تبع اگر چنانچه درآمد کاهش پیدا بکنه، حالا افراد پولی کمتری برای خرج کردن دارن، بنابراین منحنی به سمت چپ جهش خواهد کرد. این تاثیر سطح درآمد هست. اینجا بگیم سطح درآمد به سمت بالا و این تغییرش روی منحنی تقاضا خواهد. جمعیت چه تأثیری روی منحنی تقاضا میذاره؟ جمعیت هم تقریبا رفتاری شبیه به سطح درآمد داره. اگر چنانچه جمعیت افزایش پیدا بکنه، حالا افراد بیشتری در جامعه وجود خواهند داشت که به طور بالقوه به محصول خاص نیاز دارن. بنابراین مثل سطح درآمد، جمعیت هم اگر چنانچه افزایش پیدا بکنه منحنی به سمت راست جهش پیدا میکنه و اگر جمعیت کاهش پیدا بکنه، حالا افراد کمتری برای اینکه یه محصول رو بخرن وجود خواهند داشت. بنابراین منحنی به سمت چپ حرکت میکنه. حالا بیایید برگردیم به همون مثالی که از ویدیوهای اول و دوم سوم راجبش صحبت کردیم. فرض بکنید که من یک کتاب مدیریتی تعریف کردم و میخوام این رو به مشتریان بالقوه بفروشم. یه فاکتور دیگه ای که توی این قضیه مؤثر هست و اثر اون رو منحنی تقاضا میخوایم نگاه بکنیم، در حقیقت اسمش هست دریافت یا پیش زمینه ذهنی. فرض بکنید که من رو دعوت بکنم به یه برنامه تلویزیونی توی تلویزیون ایران و راجع به کتابی که من تالیف کردم صحبت بکنم و کلی از اون تعریف بکنم. خیلی ها این رو میبینن و نظرشون راجع به کتاب من مثبت خواهد شد. بنابراین حالا تمایل بیشتری خواهند داشت که کتاب من رو خریداری بکنن. بنابراین اگر چنانچه پیش زمینه ذهنی مثبت‌تر بشه، افزایش پیدا کنه، این تأثیر میذاره رو منحنی تقاضا و اثری مثل جمعیت یا سطح درآمد خواهد داشت.
و اگر چنانچه توی این برنامه تلویزیونی از کتاب من بد بگن، خب به طبع اثری معکوس روی منحنی تقاضا داره و اونو به سمت چپ میل میده. یک نکته‌ای که در ویدیو شماره 1 صحبت کردم این بودش که قانون تقاضا در اکثر مواقع ثابته. قیمت اگر افزایش پیدا بکنه میزان تقاضا کاهش پیدا میکنه و اگر چنانچه قیمت کاهش پیدا بکنه میزان تقاضا افزایش پیدا میکنه. این همیشه صادق نیست. معمولاً میشه گفت در مورد کالاهای عادی یا خدمات عادی این قانون صدق میکنه، اما در ویدیوی بعدی خواهیم دید که چگونه برای بعضی از محصولات یا خدمات این امر صادق نیست و رفتار منحنی تقاضا در مورد این محصولات متفاوت هست.